الو. الو. بله. سلام علیکم. و علیکم. بهروز سازی چی سلامتی خوبه گفتم کانتر صحبت کنیم که برادر خدمتتون. مسعودم بفرما. همه قدر مینولی. یا سوال مرا جواب ته. برای چی در تاجیکستان خوبای برق نیست؟ برای چی سوئد میمره؟ خیلی سوئد میمرد یک ممکن آواری های یکون گفت. ده آواری است. یک محاوری میشه. یک محاوری میشه. من مینیستری انرژتیک. نو جواب ته که آیا تو قبول داری که در تاجیکستان خوبای برق نیست؟ قبول داری همین چیزا؟ خوبای برق در یکون جایی که هست در یکون جایی که نیست. آیا همین مثال خانه رحمان گفت خوبای برق نیست؟ به امن خانه رحمان گفت خوبای برق نیست. تو راست بگو. سوال دادیم من گپ زنیم. سوال مرا جواب ته که آیا در خانه رحمان خوبای برق میمره یا کی نه؟ من الکتریک خانه رحمانوف نیستم. یکمش دیگه‌مش که وای پرزیدنت یک مملکتی کلان او به فرق قانون کشور پرزیدنت یگام سویتنا جدا نکرده است. قانون کشور میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. میگه تو دیوانمو نکن. قانون کشور چی میگه؟ من اصلا دیده قانون خوبتر میدونم. قانون جمهوری تاجیکستان میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. خب الو. من آواز نشنیدم. آواز من مسئولین ما بگذار بسته. قانون کشور میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. قبول داری یا که نه؟ اوخه وای این الکتریک و پرزیدنت نه بستو اصلی مسئله است. تو همین قانون قبول داری یا که نه؟ همین گپی همین ماده سرقانون قبول داری؟ اول همین را بگو. همه برابر دگجا همه برابر. سرقانون کشور همین را قبول داری یا که نه؟ اول همین را بگو. تو مرا بگو در کدام گوشه دنیا همه مرا بگو نگو. سوال مرا جواب ده که ده همین باب سرقانون قبول داری یا که نه؟ همین باب سرقانون قبول داری؟ در همین کانال تو همه برابره. همین باب سرقانون قبول داری یا که نه؟ همین باب سرقانون قبول داری؟ رنگ جواب گپ میزنی مرا گپ زنی نمیمونی. در همین کانال تو همه برابره. بله. چی برابره خب که ما گپ زنم آخه. تا همین سوالی مرا جواب ده که هم نه از سوالی من زیاد نمیری. اگر زیادی من قدرت میکنم. تو ماده سرقانون قبول داری یا که نه؟ برابر نیست که در کانال تو برای چی در کانال تو همه برابر نیست. ات کنار بگذار کانال ما و کانال تا همین سوالی مرا جواب ده که همه در نزد قانون و سود برابر است. قبول داری؟ ای برادر تا کدام برابره کدام سوال گرم تو پروستو فلسفه شستشوی مغزی جوانا را میکنیم. سوالی مرا جواب بده. تو فلسفه شستشو این چیزا را برن و چاپلوسای اونگرد تا بگو. سوالی مرا جواب ده که قانون تاجیکستان میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. درست یا که نه؟ تو سوالی مرا جواب ده. دین روز ویبر پرزیدنتی بود برای چی در گروه شما 8 سال شد مبارزه بود یک شخصی به آبروی بود که نامزدی شمونه. برای چی مقصد شما چیه؟ یکمش که گروه ما از رهبریت کشور فرق میگه سطح دولت داری. فهمیدی؟ یکمش. دومش که یک رهبری گروه را تأخیر نداره که قبول فهم. رهبری گروه را اعضای گروه انتخاب میکنه نه اینکه مردم. تو کارت کار میکنه. تو سرزده من ترا گفتم که همین گروه شما مقصدش چیه که در 8 سال یک آدمی را تیار نکرده که نامزدیش در پرزیدنتی در ویبر بمونه. کدام ویبر؟ در ویبر تاجیکستان؟ چو کده ویبر تاجیکستان؟ برای گیم که خدی ویبر تاجیکستان. سوال مرا جواب ده که سوالی مرا جواب ده. سیمه که شب روز در همونجا میره جلوت سمکنه یکم تبریکش کرد پدر. سوالی مرا جواب میته یا که نه؟ سوال مرا جواب میته یا که نه؟ همه در نزد قانون و سود برابر است. درست یا که نه؟ همه برابر است در نزد سود و قانون. اینا در همان مسئله همه بچه به سواد گوش کن. قانون کشور میگه که همه نمیگه که در کدام مسئله. میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. دیگر یگان بحث داری زیر همین قانون یا که نه؟ نه بحث ندارم. انا زمانی که بحث نداری برای چی خانه یتیم افته سوید نمیمره؟ خانه رحیم افته نمیمره؟ خانه تخمینه، آزاده، رستم، سامان، خب خانه حسن، خانه طاهر زاید سوید نمیمره؟ خانه مردم قوای برق میمره. برای چی؟ پس برابری قانون کجا میشود؟ نه پرچم خانه خیلی پرچم نیست. برای چی خانه این همین افراده قوای برق هست، خانه مردم عادی قوای برق نیست.
برای چی؟ خونه ما در مثال آوردم چیزی سویتی افتاوی زدگیم همه وقت سویت او تو نیستی بحث سری او مردم نداره که چیزی افتاوی بزنه. سوال مرا جواب ده که برای چی؟ برای چی خونه تخمینه آزاده سامان رستم حسن اسماعیل فلانی به مدد قوه برق هست، خونه مردمی دیده قوه برق نیست. برای چی؟ حتی اینجا دیده خونه برق، خونه ما در برق نیست. خونه ما در برق نیست، خونه اومده قوه برق هست. من 1000% میگم قوه برق هست. در خونه شما آدم من برق هست یا نیست؟ خونه من شما دا خونه ما در همون روزانه برق هم میکشن نیست. او دروغ نگو، تو حاضر خونه تان تلفن که برق داره؟ حاضر داره آخی سهر میکشنش. اوخه سهر برق چی در کاره؟ ای بر پدری توری به شرف استغفرالله. ای تو به ایمان به شرف به فرهنگ نخواد در عصر 21 بر پدر شما برای راهبرا در عصر 21 میگه برق برای مردم چی در کاره؟ شرم به شما ابله‌ها، حیف شما انسانیتون، بر همون مرگ به شما برای راهبرا، مرگ به شما برای شهروند که میگه که در روز برای مردم خواه برق چی در کاره؟ ایزا نمیکشی؟ در کانالی تو شرم نمیکنی؟ تو به همین اندازه فلسفه داری که برق برای مردم چی در کاره؟ شرم نمیکنی؟ تو من گپ زنم من آخی تو برای خود عدل رعایت کنی. نه آیا منطقی است که قوه برق گپ زنم جوابکی نکن آخی. آیا منطقی است که قوه برق در خانه منصبدارا هست در خانه مردم نیست؟ آیا منطقی است؟ پریچا میگه برق همه فروشن تاجیکستان قرضی بیرون رشد میکنه ترقیات دولت همه برای حاضر کرانتین در نیروگاه آبی چی در خود داره؟ کسل میشود کرانتین کرونا ویروس میشود روغون روغون کرونا ویروس میشود به آوای تاجیکستان کرونا ویروس میشود قوی برق میموره جای مملکت آباد میکنی آوای تاجیکستان کرانتین چی دگیان ابن سعود آوای تاجیکستان کرانتین چی دگی هستن که قوی برق میکشن شما اگر مقصدتون آباد کردن تاجیکستان میشه در این 8 سال یگان آدم بعیم و معرفتی که ما قبول نداریم آخه انتخاباتی رحمانه و قبول ما دیوانه نشدیم مثل اون وکیلای پارلمانی چاپلوس راهبرای حزبتون بریم دیوانه برای اوش میگه من مترو میسازم اوش میگه دو زنی را من اجازه میدم همین برنامه انتخاباتی ای خاک تو سرتون تو مردک نیست آخه به ما گپ زنم بیا من مردک در تو با آموزانم که تو به شرف تو میگی کی به شرف تو میگی کی همین قوه برق برای مردم چی در کره شرم نمیکنی ایمان کیا ایمان داره فقط تو ایمان داری اون پیرتون ایمان داره پیرتون که خب کرده شیشته حالا کرده دیگه هیچ کس ایمان نداره این مردم تاجیکه که مردمی که آواز میکنن ویبرن میکنن طرفداری میکنن یا انسان نیستن یا آدم نیستن کدام ویبر برای ما بگو آخی شما شما چند کسی همه آبشی باشی اگر بیزار یه نفر باشم من شهروند تاجیکستانم قانون کشور مرا اجازه داده سوال دیگر بیا قانون ندونستی گفته که قانون رحمانوف تجاوز کرده است سوال دیگر انتخاباتی رحمانوف 25% آواز که وکیلان دیگر گرفتن کجا شد کدام وکیلا گرفتن 25%؟ وقتی که راهبرای حزب نامزدیشون در انتخابات گذاشتن برای هریتش 300,000 برای انتخابات رحمانوف یگان پرینتزی داری بس من بیزارم از اون انتخابات من برای تو اثبات بکنم که بازم انتخاباتون دروغ بود سوال جواب ده وقتی که نفران نامزدیشون گذاشتن در یک هفته براشون 300,000 280,000 جمع 25% رای مردم در این همین وکیلای چاپلوس دادن رحمانوف تا چند فایز موند 75%. زمان انتخابات پرزیدنتی رحمانوف 90% آواز گرفت باقی مانده رای مردم در دیگه حزبا کجا شد زبانی از بوستگان هر چیز گفتن میگیری تو برادر OBCM برادر دیگر جو چون نمیره رجال واسه کنی دلیل کی داری تو دلیل نداری تو فقط گپ میزنی پیش دروغ راست آخه دایی اسناد زنده تو OBC را کنار بگذار من خطی تو OBC بحث ندارم وقت انتخابات پرزیدنتی هر روز در OBCM هر روز در هم در اداره همون جای آخر آخه نماینده رحمان و هم زمو جان کو OBCM تبریک میکنه امام علی برای پرزیدنت دانشته این قدر دولت‌های دنیا هم نظارت میکردن در این شب و روز آسان نیست یگان حیله کردن نمیشه دروغ نگو آخه آواز مردم کجا شد رای مردم در دیگه حزب کجا شد 25% کجا شد
چهار جوان فریب کرده با سوریه روی کرده با عراق روی کرده کشته هم تاجیکا را با فریبشون کنه با کارش کنه سرشون ویران کنه. همون چیز راهبری عمان من روی کردم. شما روی کرده راهبری گروهی راهنمای به سوی دولت اسلامی کانال شدگیش ابوظبی ابو انس گفتنی ادمنستراتور گروهی 24 بدن. بگو که این کار میکنی؟ دروغ میگی. دروغ میگی. من چی دروغ بگم آدمای من چند سالایی مرد چند سال داری که مرا بگو چند میلیون % میدونن من دروغ نمیگم. فهمیدی؟ شخصی هستم که یکم بعد عمر کانال شده. خود چند سال داری مرا بگو چند سالایی چند سالایی چند سالایی چند سالایی چند سالایی چند کس جوان ایران شما ترمشیدن در تاجیکستان گرفته خوین شد. برای چی برای چی ترمشون کردن؟ برای چی ترمشون کردن؟ برای چی ترمشون کردن؟ شما گرفته گرانشون کرده، حقارت کردن، دشنام کردن، تحقیر کردن، گرفتن گناه کردن. چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ فهمیدی؟ چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ گناه چی گناه کردن؟ رحمت با پدرش که جناب عالی عفو کرده جواب داد. چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ گناهشون بگو. تو گفتنی هستی تو گناه نداری؟ نه. خیلی گناه نداری. من در نزد پروردگار گناهی که هست او دیگر است. سوال جوابش دیگر است. هیچ کس به گناه نیست. اما نسبت سیاستی رحمانوف من چی گناه دارم که مرا بگو؟ چه گناه نداری؟ چی گناه دارم؟ تو تحقیر میکنی. تو برنامه گذاری رحمانوف گفته نام یک پرزیدنت اقلا خلقی که او را احترام میکنه تو احترام نمیکنی. رحمانوف نبود اگه نامش رحمانوف نبود. رحمانوف نبود اول. تحقیر میکنی. نامش رحمانوف نبود اول. چی بود؟ تو صدقه پدرای دیگرا کنه صدقه پدری خود دوال کنه. نام اول همین نام اصلی رحمانوف نبود. نام فامیلی اولیش رحمانوف نبود. باش کس نگی نام هیچ کس. نه رحمانوف نبود. همین سوال مرا جواب ده که همین سوال مرا جواب ده که رحمانوف نامش نبود. نام همین رحمانوف نبود که مرا بگو. نه اگر تو مردک هستی تو دیگر نه مردکی داری نه زنکی. تو مرا بگو که نام اصلی همین انسان رحمانوف بود یا که نه؟ خیلی بعد فرقش چیه؟ خیلی من همون را میگم. همون رحمانوفش میگم دیگه چی بگمش؟ خیلی نرمان نزود چات که نرمان. اینا رحمانوف. اینا خوشو میگم. اینا بهروز جان من تو کار گپ زدم تو دشمنی اشدی من تاجیکم تو دشمنی اشدی ملت تاجیکی. من تو بهروز چه نگفته استم که من بهروز جان نگفته استم. مرا نگو من بزار مجمع نگم خیلی تاویل نیست مرا بهروز جان بگو. مقصدی تو آبادی باشد مقصدی تو خوبی به مردم تاجیک باشد مردک وار صحبت کرد خاطر مخالف تام خاطر نامخالف تام آدم مرای خیلی تحقیر میکنه حقارت میکنه. انا تمام بیا بدون تحقیر نگاه کن. میشینی دید صبر کن دید نگاه کن بیا بدون تحقیر میشوه؟ من تحقیر نکردم. خب بدون تحقیر صحبت میکنه وزیر؟ نه من تحقیر که نه پادشاهی. تمام بدون تحقیر آماده صحبت کردن. چی؟ آماده؟ من بهروز هوایزاده شهروند جمهوری تاجیکستان راوی برنامه صدای مردم. خودم معرفی کی هستی؟ من با کی حرف میزنم؟ من دب 1971 فرزند جمهوری تاجیکستان. چه نام اینو پدرت تو مردک برای گفت پدرت را نامش دد مونده نامی ترا؟ در همون کلمه در همون سه حرف دپ همش هست. کو بگو چی هست؟ اشکال من نام تا تأخیر نکن. تو نو تا بالای تأخیر بحث داشتی. نام تا بگو که من تأخیر نکنم. چی نام داری؟ من تأخیر نکردم. بگو نام تا. اینا من چی در کاره؟ نه گفتی بیا مردکی حرف زنیم کو؟ بیا مردک بری حرف زنیم. نام من تو در چی در کاره؟ بیا مردک بری حرف زنیم. تو نام من تو در چی در کاره؟ نه نشانه مردکی را برای من درس دادی. دیگه تو بیا مردک بری حرف میزنیم. نشانه مردکی در نام نیست. مردکی هم هست که آشکار حرف میزنه. من راوی برنامه صدای مردم با نام بهروز آماده هستی که از همون پیشوای ملت رحمانوف دفاع کنی. برای چی دیگرها خچ آشکار گپ نمیزنید؟ خچ من باید دیگرها از رحمانوف میترسن برای که مخالف رحمانوف است. نه گفته که هم برای شما زندان کردین با خاطر میترسن. تو از چی میترسی؟ رحمانوف یک مردی بزرگه که این خدر آبادی و تنجی میکنه از شما برای تروریست من نترسم میگوی. تو بگردم اما چی کار میکنیم ترا؟ بابا حیران شما تروریست میفهمی؟ چی کار میکنیم؟
این شوخی نیست برادر. نه چیکارت میکنید؟ نه چیکارت میکنید؟ اینا چیکارت میکنید؟ تو خیال میکنی که خیلی کار خوب میکنید. نه اینا چیکارت میکنید؟ اینا از ما میترسید. از ما میترسید. ما چیکارت میکنید؟ پدر و مادر اکا و دادر میروره. دنیا رو جوانی بی سواد و بی عقل در گپ شما میرود. فهمیدی؟ راهش نمیاد. عقوبتش تروریست دیگر راه نیست. گروه راهنما گفتم کو سردارای ادمنستراتورای کانال گروه 24 شده بودن ابودبی. ای بچه بیا همین گپات آشکار برای مردم میگم چهره ما را نشون میدی. نه گوش کو همه میدونن. سلامت باشی تشکر زیاد. خاموش باش که احمقی بی سوادی بی ایمانی بی وجدانه. پیشوای ملت هر چه بچه کس نگه. تو مردک آشکار حرف زدن. آدمو رحمانوف دفاع کن. تو را پدرت گپ مونده دپ مونده چی مونده؟ ای به شرف به تربیت به فراست مردم اوسال کردی سنی یک گروه احمق خو ما در خوی برق چیکار دو پس برای چی میکشن برق تاجیکا برای چی مردم میکشن کرونا ویروس بیماری با آب چی داخل داره آب بیمار میشه کرونا ویروس میشه چی ربط داره با برق تاجیک با نیروگاه روغن چی ربط داره او افغانستان در خوی برق میدین کرونا ویروس نیست مرد خیلی فریب میکنین شما روی راست میفروشن میگه خطون برای چی مردم فریب میکنین